بسم الله الرحمن الرحیم. عرضی سلام و ارادت داریم خدمت دوستان و بینندگان عزیز و گرامی که در این مدت برنامه ما را دنبال کرده و می‌بیند و برنامه های بنده را لایک میکند و پیامک میگذارد. یک جهان تقدیر و تشکر دارم. هدف از ساختن این یوتیوب این بود که ما بتوانم یک صدای از جانب محرومین و کسایی که احتیاج دارد برای مردممان بشویم تا گوشه از محرومیت های مردممان را برطرف نمایم. بنده سالهایی است که برای محرومیت زدایی، برای رفع گرفتاری ها و مشکلات مردم منطقه من هم فعالیت داشتم. خیلی از دوستان و عزیزان ما را میشناسد و ما تلاش داریم که بیشتر کمک های خیرین را در جای جلب و جذب و سرمایه گذاری بکنیم که یک کارهای زیربنایی، یک پروژه های ماندگار برای مردم به وجود بیاد و مردم ما از این محرومیت حداقلش نجات پیدا بکند. ما در رابطه با مثلا پولچک، راه اینا فعالیت داشتیم و همچنین در قسمت مهار آبهای سطحی و فصلی و برای مثلا فرض کن ایجاد کتابخانه، مسجد، در همین راستا فعالیت داشتم و در این رابطه بسیار خوشحالم که خیلی از دوستان و عزیزان و خیرین عزیز در این مدت با ما همکاری داشته و خدا را سپاسگزاریم که ما هم آبرومندانه و سرفرازانه یک امینی، یک امانتداری برای خیرین و کسانی که اعتماد کردن، پول برای ما فرستادن، کمک کردن، ما مثلا یک امینی شدم و پروژه‌ای را که مورد نظری دوستان بود ما به سر و سامان رساندم. یکی از اون پروژه ها مثلا یک مسجد و مرکز فرهنگی است که در منطقه جاکه پشی در بازار جاکه اونجا ساخته شده و خدا را شکر مردم ما از آن استفاده می کند. پروژه‌ای که ما در حال ساخت داریم و خیلی هم تلاش میکنیم که این پروژه به سامان برسد. بند آب امید فردای قندی از بخش دوی مالستان از توابع ولایت غزنی است که کارهای اولیه اینها کار شده و تکمیل آن نیاز به همکاری و همدردی دوستان نماید. دوستان دارد که دوستان ما، همکاران ما همکاری نماید تا این پروژه به سر سامان برسد. اگر خدا یاری بکند و مردم هم یاری بکند این پروژه به سر سامان برسد، در حد یک 40 خانوار، بالای 40 خانوار در اون منطقه از یک شغل پایداری برخوردار خواهد شد. مشکل روشنایی برق مردم حل خواهد شد. مشکل کم آبی و بی آبی مردم حل خواهد شد و خدای بزرگ به ما توفیق بدهد و همچنین به خیرین عزیز که بتوانیم این پروژه را به سر و سامان برسانیم. هر یک از دوستان و خیرین اگر قصدی کمک به این پروژه ماندگار، به این پروژه شغلزا که ایجاد شغل میکند و کام تشنگان ما را سیراب میکند کمک نماید،
با ما همکاری بکند، در همین یوتیوب پیام بگذارد، ما ازش ممنون میشویم. میتواند سابقه کاری ما را جستجو کند. ما یک فیسبوک داریم به نام غلام حسین رضایی، در اونجا خیلی از کارهای زیربنایی و زیر ساختی ما و کارهای بنیادی ما را میتوند جستجو بکند، اونجا ببیند. موفق و مؤید باشید.